روز 22 январ سال 2024 4 عضو زنده مانده اکیپاژ هواپیمای فالکون 10 از ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان به پایتخت این کشور آورده شدند. هواپیمای آنها که به شرکت روسی اتلیت گروپ تعلق داشت شام 20 январ در ناحیه وخان ولایت بدخشان در نزدیکی مرز با تاجیکستان سقوط کرد. ذبیح الله مجاهد با نشر چندین ویدیو در صفحه‌اش در شبکه ایکس خبر داد که 4 عضو نجات یافته هواپیمای روسی در بدخشان سقوط کرده را به کابل آوردند. نجات دهندگان به آنها کمک اولیه طبی رساندند. آنها خود را خوب حس می‌کنند. درباره دو مسافر این هواپیما زن و شفت ویتالی و آنا افیوکوف ها چیزی گفته نشده است. محض پسر آنها آناتولی افیوکوف که مالک چندین بازار و فروشگاه ها در شهر ولگادانسک ولایت رستوف در جنوب روسیه است، این هواپیما را برای از تایلند به روسیه آوردن مادرش که در آسایشگاه پتایای تایلند بیمار شد کرایه کرده بود. خود آناتولی افیوکوف را به دلیل نبودن جای خالی به این هواپیما نگرفتند. او مجبور شد که با پرواز معمولی به روسیه برگردد. شام شنبه 20 январ اکیپاژ هواپیمای فالکون 10 که با خط سیر اوتاپاو تایلند، گایا هندوستان، تاشکند ازبکستان و ژوکوفسک روسیه پرواز چارتری طبی را انجام میداد. هنگام در فضای شمال افغانستان قرار داشتنش درباره کمبود سوزشواریش خبر داد. برای فرود غیر نقشه‌ای در فرودگاه کولاب در جنوب شرق تاجیکستان اجازت پرسیده است، اما بعد چند یک محرک و سپس محرک دوم هواپیما از کار برآمده است و ساعت 17:35 وقتی که تا رسیدن تا فرودگاه کولاب برایش همگی 57 کیلومتر راه دیگر باقی مانده بود، هواپیما از رادارها کاملا غیب زد. بعدا خبر عکس و ویدیوها به دست رسید که درباره سقوط این هواپیما در یک منطقه برفپوش کوهستان در ناحیه وخان ولایت بدخشان افغانستان خبر رسید.